سلام ببینندگان عزیز، چطورین؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه، اما این بار بازی جیغ یخی 6. اگه یادتون باشه ما جیغ یخی 5 بازی کردیم و تونستیم به راحتی تمومش کنیم. این بار اومدیم جیغ یخی 6، بچه‌ها که میگن واقعا سخته و بعید میدونیم که بتونیم نسخه 6 بازی رو به اتمام برسونیم. پس بدون معطلی بزنیم بریم برای ویدیو. لتس روزی که هست همین ایزی خوبه، با بلد نیست. یکم از دوستام یاد گرفتم چجوری باید جیغ یخی 6 رو بازی کنم، به خاطر همین خیلی گوج نیستم، یعنی یک چیزایی بلدم تقریبا. مایک رو میبینیم، مایکل که نجات دادیم این دفعه. فکر کنم باید یکی دیگه از بچه ها رو نجات بدیم دیگه. واو، فکر کنم باید چارلی رو نجات بدیم. خپل گنده دیده بودم بچه ها بازی میکردن، کاراکتر چارلی بودن. اوه اوه، این دیگه چی؟ وات؟ با نه غذا میخوری؟ اینو من دیده بودم، فکر کنم بچه ها بازی میکردن. خب من فکر نکنم بتونم این نسخه از بازی رو تموم کنم، برای همین با استرس شروع میکنم. خب اینطوری که من دوستان بهم یاد دادن، بعد اول از همه میومدیم اینجا، این تو اینجا این بستنی بازی رو باید انجام میدادیم. این چیز خیلی مهمی بود، اینو یعنی حتما باید انجام میدادیم. نمیدونم برای چی، به چه دردی میخوره. تعداد بستنی که درست کنم نمیدونم چند تا. چی شد؟ بازی زمانیه. یه لحظه واجی فکر کردم آیس اسکریم اومد تو دهنم. آقا بدو دیگه، بدو. بدو. ای بابا بدو. خدا. یس. خب بچه این ماسکه که ما میتونیم بزنیم برای آیس اسکریم و اون لوتای کودنش نمیتونن ما رو ببینن. اینجا یه چیز دیگه آجی. خب از خیرش میگذریم. بله راستی اینو مال نمیدونم. اینو بچه از خیرش گذاشتم چون دوستان گفتن خیلی چیز خاصی نیست، تو تموم کردن بازی نمیتونه کمک کنه. الان باید دنبال یک چیز زرد باشیم. دوستان اینجا پیداش کردن، اینجاها یا اینجا. اینا خب داستان از اینجا شروع میشه. خب الان من اینو باید وردارم ببرمش یه جایی. اینجا کجاست؟ اتاق تلفنم داره. اینجا فکر کنم از این طرف بود. اینجا بچه یه حسکری داشت که با این ماسکه تونستیم وازش کنیم. میگین چی؟ جا هیچی نیست. باید بیاریمش اینجا بذاریمش. همیشه یکی دیگه هم هست، اون یکی دیگه رو من اینجاها پیداش کردم.
تو این اتاق زیاد پیدا کردم. همینجا بود. همینجا بود. به خدا همینجا بود. وای بچه تو آشپزخونه همون پیدا میشه. آشپزخونه که از ریسکی ترین جاهای بازیه. اینجاست. خب بریم اول اون ذره رو برسونیم به مقصد. بودو. وای خدایا ما رو نگیرن. فعلا که خبری از آیس اسکریم نیست. دنبال من الان درش مطمئنی؟ چجوری الان دنبال منه؟ یعنی لعنت بر شیطان. برو گم شو دیگه. میترسم. به به. این وسایلیه که باید پیداش کنیم. جی اینو باید پیدا کنه، اینو ما باید پیدا کنیم، اینم ما باید، اینو جی ما، اینکه ما جی ما جی ما. خب رفت دیگه حتما. خدا من چقدر بدبختم. یک برو دیگه. از شر ما خلاص شد. حالا باز صبر کنیم بره. چه ماجرایی پایین. هنوز هیچ کاری انجام ندادم. هی روزگار. نمیخوای بری؟ بچه کاش دوربینی داشت بازی که ما میتونستیم اون یارو رو ببینیم. بسم الله الرحمن هوف. یس. بریم سریع سراغ ماسک. برو بابا حوصله نداریم. اینم از ماسک. خب حالا بریم این یکی رو پیدا کنیم. حاجی این تو اگه باشه واقعا کارم سخت میشه. اینجا خیلی جا سمنیه. خدایا لطفا اینجا نباش. اوف. اینجاها نیست. خدا رو شکر. سب کن ببینم اگه اینجا نیست پس کجاه؟ یه جا دیگه هم بود. باید اینجا باشه. یعنی اینجا نباشه من خودم رو میکشم. فقط اگه تو اینجا نباشی. اینو کجایی؟ بچه واقعا کجاست؟ اینجا کجاست؟
نیست بچه ها، نیست. کجایی؟ ای لوله کجایی؟ آر آر چو جدی کجاست؟ اینا بابا اینجا 3 ساعته ما رو ایسکا کرده. بیا بابا بیا. خب وای بچه ها قضیه این خیلی سخته. اینجا باید یه کاری میکردیم که این وا بشه. کاره رو بچه اون روزنامه که پیدا کردم گفتم خیلی به در نمیخوره. آره چیز خاصی نیست. اینجا یه چیز خاصی نیست، فقط این. خب بچه نه اصلا یه کار دیگه مونده. بعد باید بریم سراغ اون. اینجا باید سطل آشغالا رو بگردیم. یه جوراب باید پیدا کنیم. بچه این گاف صندوقه قضیهش دوستان گفتن اصلا چیز مهمی نیست، یعنی زحمت کشیدن براش مثل پریدن تو چاهه. ای بابا این دیگه آخرین امیده. اینا خب بریم 3 2 1. Where has the chubby boy gone? حله بریم نقاب بزنیم رو کلمون. خب بچه الان باید بریم. ایوش اومدم بیرون از اینجا. عکس روی اینو باید حفظ کنم. حفظ کردم. باید بریم چون یکی کاراکتر. یادمون نره صلوات. خب زنگ میزنیم به جی. دوباره تفنگ داریم. یه چیزی بچه باید پیدا کنیم. چند تا چیز برای پیدا کردن وجود داره. چون شکله رو یادمه. اینایی یکی از چیزایی که باید پیدا کنیم میشه ماشین یارو. اما بچه گفتن که چیز خاصی نیست. از خیرش میگذریم. اینو باید میبردیم پیش مایک. مایک الان باید یک درخواستی از ما بکنه. الان اینجا مایک باید یه چیزی بیاد بعد بگی که باید چند تا وسیله برش بیاریم جلوش. برش نمیگه ها. با خودم ترسیدم. بس برم تفنگ رو برم.
خب بچه ها مشاهده کردیم که من مردم. ویدیو برای امروز کافیه تا یک دیدار دیگه از یاسین گیم پلی. خدا نگهدار.